آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده. آرزوی قبولی طاعات، عبادات، همین عبادتی که الان دارید انجام میدید و همتی که دارید و کاری که انجام میدید برای خدا، انشالله خدا قبول کنه که قبول میکنه انشالله. خدا متعال شاکرم که توفیق نصیب شد در محضر شما دوستان عزیز دقایقی رو باشیم، انشالله که دست به دست هم گامی در جهت تعلیم و تعلم برداریم که این کارو کردیم کار ما میشه کار پیامبران. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پیامبران اومدن که تعلیم و تربیت رو درست کنن و این تعلیم و تعلم کار انبیاست. ما و شما هم الان داریم همون راه رو میریم، چون پیامبران فقط برای زمان خودشون که نبودن. هر جا تعلیم و تعلم باشه در چارچوب رسالت پیامبران الهی و پیامبر اعظم خواهد بود. از جمله همین گفتگویی که ما با شما داریم از مصادیق تعلیم و تعلم الهی است که داریم کار پیامبران رو ادامه میدیم. یعنی همین الان ما همه، شما، ما و بیننده داریم کار انبیا رو انجام میدیم. چقدر عالی. خیلی خوب. این به برکت برنامه یاد خدا داره این اتفاق میفته و تشکر فراوان از مدیران مربوطه و تهیه کننده محترمون که این فضا رو برام مهیا کردن. خب اجازه دارم سوالات مردم بپرسم؟ با اجازه. گفتن که من تشکر فراوان از همه کسانی که میپرسن سوالشون رو و کلی هم ضمن سوال تعریف و تمجید از برنامه و ما بنا خیلی نداریم حالا تعریف تمجید رو بخونیم، خیلی هم زیاده. خداییش آقای حسین زاده پیامک‌ها رو بر من ارسال میکنن، من میبینم تعریف تمجید از برنامه، از مثلا روزایی که استاد محمدی شاهردی عزیز هستن، از همه کارشناسامون، از کلیت برنامه تعریف تمجید زیاده. فقط منو خیلی وقتا دعوا میکنید و آره اونا رو هم نمیخونم دیگه. از این طرف خوبی ها رو نمیخونم، این طرف این بعدی این قسمت رو اجازه بدید نخونم. و اینکه ممنون از دست نوازشی که به برنامه میکشید و همه سلام هایی هم که هست تو پیامک ها من یه جا علیکم السلام میگم و تشکر فراوان. گفتن که من سالها نماز خوندم، روزه گرفتم، اخلاق و اعتقادات اسلامی اینا مقید بودم همه جوره، اما روز به روز زندگیم بدتر شده. تو فقر دست و پا میزنم، افسردگی شدید مبتلا شدم، 5-6 ماهی هم هست که بیماری گرفتم. ای بابا خوب نمیشم. جلوی خدا زار زدم، التماس کردم که زندگیم کن فیکون بشه، بلکه به اندازه سر سوزن یه اتفاقی بیفته که امیدم از دست ندم، ولی هیچ چی نشده که هیچ. روز به روز هم داره بدتر میشه. عجب. کم کم دارم به سمت کفر میرم، شما بگید من چی کار کنم؟ بعد گفتن فقط لطفا از این حرفا که روی اخلاصتون کار کنید و اینا نزنید دیگه. این بخششو نگید. چرا نزنید؟ خب وقتی این مطلب نمیتونن لو دیگه میگن روی اخلاص خیلی نمیگن. نکته اول اینه که چرا شما این گرفتاری ها و آره اینا رو به نماز و به عبادت که نمیزنید؟ بگیم نتیجه نماز خوندن شده این بدبختی. اونایی دیگه که نماز میخونن بدبخت هم نیستن، یا اونایی که نماز نمیخونند و بدبختن چی؟ اصلا این طرز فکر یعنی منو به این نتیجه رسونده که خب پس من اگر دعا و نمیدونم تو راه خیر و اینا نمی اومدم الان انقدر گرفتاری نداشتم. این چه منطقی است؟ آره چه دلیل شما میگید که به خاطر نماز و عبادت و اینها به اینجا رسیدید؟ پس نکته اول، نکته مهم اینه که نه اینها رو به حساب عبادت و نماز اینها نذارید. علل و عوامل دیگه‌ای داره، باید بررسی کنید ببینید که علتش چیه. با مشاوران، با کارشناسا، کسانی که در این زمینه واردن، خودتونم بررسی بکنید ببینید که گیر کار کجاست. مطلب بعد این که آیا شما اینها رو به حساب خدا میذارید؟ خدا خواسته شما بدبخت بشید؟ خدا خواسته شما مریض بشید؟ نه، خدا نمیخواد. ولی کسانی که باعث این کار شدن خدا عذاب میکنه. اگه خودش خواسته بود که دیگران عذاب نمیکرد که. کسانی که باعث مریضی ایشون شدن، اگه مثلا فرض کن فضا طوری شده باشه یه نفر ویروسی رو مثلا اونجا منتشر کرده که ایشون به خاطر اون ویروس مریض شده،
ضمنی که حقی به گردن اون شخص پیدا میکنه، اون حق الناس جانی، خدا همون شخص رو عذاب میکنه. میگه تو چرا بنده ما رو اذیت کردی؟ چرا واسه بیماری بنده ما شدی؟ پس اینا به حساب خدا نذار. علل و عوامل دیگه داره، ممکنه علل و عوامل مادی باشه، ممکنه معنوی باشه. به هر حال علل و اسبابی داره. اون چه مسلمه خداوند تشریعاً بدی برای هیچ بنده ایش نمیخواد، نه در دنیا نه در آخرت، نه جسمی نه روحی نه معنوی نه مادی، هیچ. خدا میخواد همه بنده هاش هم در دنیا هم در برزخ هم در آخرت بهترین زندگی ها رو داشته باشن، سالم ترین زندگی ها داشته باشن، سرانجام هم همه برن تو بهشت. این حدیث چند جا داریم که لوشتم الناس علی حب علی بن ابی طالب سلام الله علیه لما خلق الله النار، اصلا خدا جهنم خلق نمیشه. ای جان، یعنی نیازی به آفرید خدا نمیخواد کسی جهنم واقعا خدا نمیخواد کسی جهنم بره، نمیخواد کسی اذیت بشه، بیمار بشه. پس اینا به حساب خدا نذارید. مطلب بعد این که اگر ما نماز بخونیم با خدا معامله کنیم، خدا من نماز میخونم تو هم باید من پول بدی، من نماز میخونم تو هم باید بیماری من درمان کنی. عبادت تجار امام حسین حدیثی دارن. بله، حتی اونم نیست، اونا برای بهشت عبادت میکنن. راست میگه. این برای همینجا الان من اینو نقدن همینجا حساب کنم. آره اون باز خوبه، اون حداقل میگه خدا بهش میده، خدا از جهنم هست. اما اینجا نه، خدا ما با هم معامله میکنیم، تو اون طرف من این طرف. چرا من نماز خوندم تو مزد نماز منو ندادی؟ چرا من عبادت کردم تو بیماری منو خوب نکردی؟ پس تو تخلف کردی، پس من دیگه تو رو باور ندارم، پس منم تخلف میکنم. صغراهای غلط، کبراهای غلط. آره اینم درست نیست. اگه نماز اینجوری باشه اصلا نماز نخوندیم ما. آره اینکه اول گفته که از اخلاصی چی نگید، در واقع راه رو بسته. چرا از اخلاصی نگیم؟ وقتی نماز برای خدا نیست، شما خدا رو عبادت نکردید، انتظار دارید که نتیجه نماز رو ببینید؟ دقیقا. شرط صحت نماز همون اخلاصه. اگر این اخلاص نباشه نماز باطله، حتی گناه کبیره. نماز نخونده که بمونه چیکار کرده؟ بله. گناه کبیره انجام داده، چون شرک هم گناه کبیره، اون تا شرک خفیه. پس اینم یه نکته هست که ما باید دقت داشته باشیم. نماز برای خدا میخونیم، وظیفه تکلیف خدا گفته اقیم الصلاة، ما میگیم چشم. این که حالا نتیجهش چی میشه، این که بخوایم معامله بکنیم، تجارت کنیم به این شکل، نه، این نماز نیست. عبادت نیست، خودپرستیه، خودخواهیه. این هم یک نکته. نکته آخر این که الان هم شما بررسی کنید به طور خاص. من الان نمیدونم که مشکل شما چیه، چون ما دوریم. دور و بریاتون بررسی بکنم ببینم مشکل و گیر کار کجاست. اینا به حساب خدا نذارید. علل و عواملی داره، اون علل و عوامل باید بشناسید و برطرف کنید تا مشکلتون حل بشه. اینجوری نیست که هر کس نماز بخونه بدبخت باشه. خیلی نماز میخونند و خوشبختن. اینجوری هم نیست که هر کس نماز نخونه خوشبخت باشه. خیلی نماز نمیخونند و بدبختن. بله. این یک قاعده است که همه جا فراوان وجود داره. بله. خیلی ممنون. راهنمایی که فرمودید، حالا ان شاءالله خودتونم دعا کنین براش، مردم براشون دعا کنن، درگیر مشکلات عدیده و بیماری و اینا هستن، ان شاءالله نجات پیدا بکنن، شفا بده. گفتن در اسلام چه تفریحی حلال و خداپسندانه است؟ این روزا فیلم، رمان، فوتبال، نمیدونم کامپیوتر بازی و گوشی و فلان اینا زیاد شده و تفریحی مثل تیراندازی و اسب‌سواری مخصوص عده‌ای که این روزا با کلاس تلقی میشن. راست میگم، مثلا باید یه تمکن مالی داشته باشه طرف. سرگرمی با امور لهو حرام است و من نمیخوام تفریحم لهو و لعب باشه، چه کنم؟ چیزی نیست که سرگرمی با کارهای لهو یا لعب همیشه حرام باشه. نه، بازی میکنه انسان، فوتبال بازی میکنه، حرام هم نیست. لعب هست ولی حرام که نیست. نه، بازی دیگه. والیبال بازی میکنه. اتفاقا یک زمانی در روز رو تو روایات داریم که اختصاص بدید به تفریحات. بله، 1/3. بله 1/3 نه که حالا 8 ساعت ها، یعنی به 3 بخش بشه. یه بخشش
که این بخش خوب انجام نشه تو اون بخش هم جالبیش اینه مشکل ایجاد میشه. پس این که بگیم لهو یا هر لهوی هر لعبی حرام، اینجوری نیست. اسلام طرفدار شادی و نشاط و سلامت و سرزندگی هست. این همطور که میگه باید عقل رو تربیت کنی، باید قلب رو تربیت کنی، نفس باید رشد کنه، بدن هم باید تربیت بشه. اسلام طرفدار تربیت بدنی است. آنچه که اسلام باش مخالفه تنپروریه که تنپروری میتوان به ضرر تنه. اسلام با تنپروری موافق نیست. انسان پروار ببنده خودشو، پرخوری، پرخوابی، چیزی از این قبیل. اما با ورزش موافق اسلام فراوان داریم. روایت از پیامبر میفرماید که ان لبدنک علیک حق، بدن تو به بدن حق داره. اگه بدن غذا میخواد باید بهش برسی، اگه ورزش لازم داره باید ورزش انجام بدی. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. باز پیامبر فرمودن مؤمن قوی بهتر است از مؤمن ضعیف. هر دو مؤمنن، یکی بدن سالم و پرقدرتی داره، یکی بدن ضعیف و نحیفی داره. قو علی خدمتک جوارحی، با جوارحش هم مثل جوانحش قوی و سرزنده باشه. پس اسلام با تفریح مخالف نیست، با ورزش مخالف است. این لعب همون ورزشه ها، بازی. لعب فارسیش چی میشه؟ بازی. اسلام با بازی مخالف نیست. اون لهو و لعبی که زندگی انسان تحت شعاع قرار بده، همه زندگی انسان رو بگیره، او زندگی به بازی بگیره، با این اسلام مخالفه. زندگی براش بازیچه بشه. بله. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، به این معنا که او مشغول دنیا بشه و زندگی براش بازیچه بشه. ببخشید تو ذهنتون مصادیقی از بازی در زندگی اهل بیت هست؟ حالا من الان مثلا خودم پیغمبر رو یادم تو ذهنم اومد که با بچه‌ها بازی می‌کردن دیگه، وقت می‌ذاشتن بازی می‌کردن، رو دوششون سوار می‌کردن. بله. حالا شما تو ذهنتون از اهل بیت؟ بله، اهل بیت پیامبر و اهل بیت امام حسین رو کشتی مینداختن. تفاوت ذهنشون خیلی کمه دیگه، 7 ماه 10 ماه تفاوت. جالبه که پیامبر هی مرتب میگفت ایحن حسن خذ حسینا، جانم حسن بگیر مثلا لنگش کن، چه کار کن. چون پسر بزرگتر بوده. امام حسن رو تشویق میشه. بله. حضرت زهرا گفت که پدرجان مردم معمولا کوچکتر رو تشویق میکنن که بتونه در مقابل بزرگتر مقاومت کنه. شما چرا امام حسن تشویق میکنی؟ فرمود شما نمیبینید جبرئیل اونجا ایستاده مرتب میگه ایحن حسین خذ حسنا، جانم حسین بگیر حسن. منم دارم در مقابل جبرئیل از این موارد داریم. خود حضرت زهرا خود بچه رو ناز کنه با همین شعرهای خیلی با نشاط و اینها، تا شعرهای توحیدی، شعرهای خیلی زیبا. بله، در زندگی اهل بیت هم و امام باقر علیه السلام تو اون تیراندازی هشام عبدالملک که اونگونه تیرها رو به چیز میزنه که گفت که شما اینو از کجا آوردی؟ هیچ کس به شما نمیتونه تیراندازی. فرمود که میدونید که جوانهای مدینه در دوران جوانیشون یه مدت وقتشون صرف این چیزا میشه، صرف تیراندازی و ورزش میشه. منم در اون دوران مدتی رو صرف این کار کردم. پس بله، اهل بیت هم ورزش میکردن، فرزندانشون ورزش میدادن. نه، خود بازی و ورزش اینها برای سلامت بدن لازمه و مورد تأکید اسلام هم هست، چون اسلام میخواد انسان بدنش سالم باشه. بله. اما اینکه حالا بخواد کل وقتش به ورزش بگذره، یا اینکه انسان بخواد ورزش رو اصل قرار بده، یا اینکه ورزش هایی که ممکنه که ضرر جسمی داشته باشن یا ضرر روحی و روانی داشته باشن، خب اونا نه. حالا بعضی از بازی‌ها اصلا جنبه ورزشی ممکنه نداشته باشه. مثلا بازی کامپیوتری، می‌دونی چی میگم؟ یه سری بازی‌ها هستش اصلا جنبه ورزشی نداره. نه، اینا ورزش، این سرگرمی‌هایی است که نه، سرگرمی اونم اگه به قول شما حرام نباشه که خب ضررش خیلی زیاد، به هر حال ضرر داره. حرام هم نباشه ضرر داره. غالب این بازی‌ها سازنده بازی دیدی و اطلاعی از دین و سعادت انسان نداشته. اون نگاهش نگاه ماتریالیستی بوده. درست. و این بازی هم در قالب همون ایده ماتریالیستی ساخته شده.
ولذا غالبا اینا ضرر داره. اگر بازیایی باشه که تایید شده باشه و مجوز همونها ضرر داره. همونها هم ضرر داره. اونا ضرر داره. تا اونایی که مجوز داره، اونا که مجوز نداره که هیچ. اونایی که صهیونیستا ساختن که اصلا برای نابودی انسان ساختن. پس بهتره آدم سراغ آره اینا برن بازیای از کنم که بیرون هست. فرض کنم که یه میز پینگ پونگ یا همین بازی فوتبال دستی که انجام میدن یا حالا بازی فکری مثلا تا حدی انجام بدن خوبه. اما اینکه تو این بازیای کامپیوتری اینا خیلی بعضیاش هم اینا اعتیاد آوره. بله. بارها من دیدم مثلا آدم بزرگسال زن و بچه داره 2 روز دیگه نوه‌دار بشه، اسیر یه بازی گوشی تلفن همراه شده که اصلا وسط کار و این ور اون ور همه جا دستش داره اونو بازی. بابا ول کن، حالا تو این الان بردی، خب بازی یه مرحله بالاتر تا کجا تا کی تمام زندگی طرفو ازش گرفته. می‌دونی چی میگم؟ شاید یکی از دلایلی که اصلا مثلا شاید براجا مثلا اگه این واقعا این تبیین بشه خیلی از این بازی‌ها اصلا حرام اعلام کنه، چون کل زندگی طرفو گرفته. بله از اون حس که اون ضررها داره. به هر حال اگر ما وسعت دید داشته باشیم، بازی رو منحصر نکنیم به چند تا بازی محدود. گذشته خب اجداد ما خیلی سالم‌تر از ما بودن. بله. چون بازی‌های بدنی زیاد داشتن. بله. ما این زندگی ماشینی مخصوصا این که افتضاح شده، آپارتمان نشینی ها این چیزا باعث شده که انسان ها کلا دور شدن از اون، حتی از اون تفریح ها. از اون تفریح هم که بخوام برن 8 ساعت تو ترافیکن تا به مقصد برسن، 2 ساعت اونجا هستن باز حرکت میکنن 8 ساعت دیگه. اصلا کلا جنب و جوش رو گرفتن از کودکی تا بزرگسالی از همه. خب اینا ضرر داره. به هر حال اون چیزی که مورد توجه هست این که ما یه مقدار برگردیم به اون دستاتی اسلام گفته. حالا تیراندازی و اسب سواری که فقط تن تا ورزش نیست، منتها این 2 تا ورزش خصوصا اون زمان. الان ماشین سواری هم اگر باشه، موتور سواری، دوچرخه سواری، نمیدونم باز کوهنوردی و چیزی از این قبیل که الان هست دیگه. کسی میخواد کوه بره که دیگه هزینه چندانی نداره. دقیقاً. ورزش‌های دیگه هست که اونها بخواد مد نظر قرار بدن و انجام بدن. من داشتم به اون بچه‌ها گفتم که میشد تو خونه موقع میشد تو خونه یک میز پینگ پونگ بیارید بازی کنید، خودتون با بچه‌ها بازی کنید، وقت بذارید و اگر ما دغدغه داشته باشیم و سرمایه گذاری کنیم مسئله حله. خیلی ممنونم استاد. با اجازهتون یه فاصله بگیریم برگردیم ادامه فهم. بله خیلی ممنونم. من دارم سوالاتی که شما ارسال کردید از طریق سامانه پیام‌کودهای 3720 به برنامه خودتون رو از استاد محمدی شارودی عزیز میپرسم. اجازه بدید چند تا سوالم داغ ان شاء الله برسیم من مطرح کنم. گفتن که آقا لطف بفرمایید معنای تصرف عدوانی رو از نظر دین اسلام بیان کنه. این یک مسئله حقوقی و فقهیه که مثلا فرض کن اومده باشه زمین یک طرف رو یه متر از زمین رو گرفته باشه یا اینکه نه یه زمین افتاده باشه اونجا مال دیگری بوده دورش حصار کشیده و ملکشه، میره اونو تصرف میکنه و حق صاحب حق رو ضایع میکنه. تصرف عدوانی یعنی مالک شدن به زور، زوری مالک شدن خونه طرف رو، چون طرف مثلا فرض کن که مسافرت بوده رفته تو خونه طرف نشسته و اونم سند چیزی نداشته، این متصرف شده خونه رو. ماشین طرف رو مثلا فرض کنید که برداشته و رفته، حالا این دزدی هم میشه ولی خب گاهی تصرف عدوانی به این معناست که همون که عرض کردم به زور گرفتن مال دیگران میشه تصرف عدوانی. گفتن دختر 4 سالمو توی تصادف از دست دادن، خدا رحمتشون کنه، خدا صبرتون بده. همیشه تو خواب میبینم که تب داره، خیلی عذاب میکشم از این بابت، چیکار کنم؟ برمیگرده به ذهنیت خود ایشون، ربطی به اون بچه نداره. اون بچه به محضی که تصادف حتی قبل از اینکه بخواد برخورد بشه رفت تو برزخ و اونجا تو بهشت برزخی زندگی میکنه، تربیت میشه از زهرا سلام الله علیها، ایشون تربیت میکنه، آمادش میکنه برای قیامت. درست. اون تو بهشت نه نیاز به عمل عبادی داره، نه تب داره، نه هیچ مشکلی نداره. یعنی 100% عرض میکنم که این بچه در برزخ هیچ مشکل کوچیکی هم نداره. اونجا در بهشت برزخی خدمت زهرا سلام الله علیها داره تربیت میشه، آماده میشه برای اون دور آخرت. یا برمیگرده به ذهنیات خود این خانم. درست.
خیال میکنه مثلا بچهش ممکنه که مشکل داشته باشه، ممکنه کسی نباشه به دادش برسه، به خاطر ممکنه همین توی خواب اینجوری آره ممکنه مثلا بیمار بشه، وقتی میخواد پرستاریش کنه الان اونجا تنها چیکار میکنه، حتما برای ما قصه میخوره، میگه مادرم پیشش نیست، که نه او هر لحظه که اراده کنه مادر رو میبینه و تعجب میکنه از اینکه چرا مادر گریه میکنه، چرا مادر ناراحته، میگه من که جای بین خوبی دارم چرا مادرم ناراحته. درست. پس اینا ذهنیات خود این خانم هیچ ربطی به اون بچه نداره. خب گفتن فرق بین وسوسه شیطان با نفس اماره چیه؟ شیطان از بیرون، نفس اماره از درونه. نفس اماره از خود انسانه. مثلا فرض کنید که میل جنسی، شهوت از درونه. که مثلا انسان میل به غذا، پرخوابی مثلا، اینا از درونه. اما شیطان از بیرون، حالا چه شیطان جن باشه چه شیطان انس باشه، اون از بیرون. بله اینها همکار همن. یعنی در واقع نفس اماره ستون پنجم شیطان تو وجود انسانه و شیطان بازوی نفس اماره در بیرون وجود انسان هست. این دوتا همکاری میکنن. اون شهوت و میل جنسی زمینه وسوسه شیطان رو آماده میکنه به شیطان میگه خیلی خوب، از همین راه وارد میشم، این شخص رو وادار به گناه میکنم. زمینش تو نفس انسان بود دیگه، میل جنسی. بله. اون وسوسه ها، این چقدر مثلا فلان زیباست، چقدر چی هست، اونا دیگه به اون نگاه کن، به این نگاه کن، اونجا برو، اینجوری بگو، اینا دیگه حرفای شیطانی که از بیرون تو ذهن انسان القا میکنه و انسان رو به گناه وادار میکنه. پس اینها دو تا هستن، یکی بیرونیه یکی درونیه. نفس درونیه، شیطان چه شیطان جن. حالا شیطان انسو که میبینن دیگه، یک آقای میاد وسوسه میکنه که شما برو دزدی کن، این شیطانه. وسوسه میکنه که انسان یه گناه بزرگی انجام بده، تزیین میده، تسفیل میکنه گناه در ذهن انسان، این میشه شیطان. مثلا شیطان انسه، شبیه این شیطان جنه، با این تفاوت که شیطان جن ذهن انسان رو هم میخونه، تو وجود انسان هم شیطان جن دخالت‌هایی میتونه تو ذهن انسان داشته باشه، گرچه همین شیطان انس هم گاهی این دخالت‌ها رو داره. به هر حال اینا بیرون و درون هستن، درون نفس، بیرون شیطان. پناه میبریم به خدا از شر شیطان رانده شده که یک عامل بیرونی هست و نفس اماره. دست شما درد نکنه. فرصت برنامه تمام شد. خیلی استفاده کردیم، مثل همیشه عوامل نداریم. محتاجیم به دعاتون. سلامت باشید. 162 شماره رابطه سازمان رو فراموش نکنید. آدرس ما در پیامرسان ایتا هم که @یاد خدا QTV هست. فرمایشات استاد محمدی و اساتید دیگر رو اونجا میتونید دنبال بفرمایید. مراقب خودتون باشید. التماس دعا یا حق. خداحافظ. ممنون.